سلام به همه دوستان، به کانال فیلم تایم خوش اومدید. امروز میخوایم درباره فیلم جدید فیوریوسا مد مکس ساگا صحبت کنیم. پس تا آخر ویدیو با من همراه باشید. خب فیلم اکشن ماجراجویی و علمی تخیلی فیوریوسا مد مکس ساگا کارگردانش جورج میلر هستش که میشه اونو با فیلم‌های مد مکس فیوری رود و هپی فیت شناخت. بعد از موفقیت بی‌نظیر مد مکس فیوری رود خیلی هم منتظر فیلم جدیدش بودن و حالا مد مکس با داستان و شخصیت‌های جدید برگشته. حالا بریم سراغ داستان فیلم. داستان این قسمت از مد مکس هم مثل قسمت قبلی درباره دنیای پس آخرالزمانیه که منابع محدود شدن و مبارزه برای بقا اولویت همه انسان هاست. تو این قسمت خبری از مکس نیست ولی شخصیت فیوریوسا که از شخصیت‌های اصلی و محبوب قسمت اول بود حالا داستان خودشو داره. این فیلم درباره گذشته و ماجراهای فیوریوسا تو دنیای وحشی و بیرحم مد مکسه. بازیگران اصلی این فیلم آنیا تیلور جوی که در کوینز گمبیت و پیکی بلایندرز دیدیمش و کریس همسورث که از سری فیلم‌های تور میشناسیمش هستن. حالا بریم سراغ نقاط قوت فیلم. این فیلم با جلوه‌های ویژه بی‌نظیر، داستانی پویا و هیجان انگیزش میشه گفت یکی از بهترین فیلم‌های اکشن چند سال اخیره. با بردن ما به عمق شخصیت فیوریوسا تونسته به خوبی جنبه‌های انسانی و احساسی این شخصیت رو نشون بده. همچنین بازی‌های قوی بازیگران به واقع‌گرایی فیلم کمک زیادی کرده. دنیای پس آخرالزمانی با جزئیات دقیق و فضای تاریک و خشنش به خوبی طراحی و اجرا شدن. و اما نقاط ضعفش میتونه نبودن عمق تو برخی از شخصیت‌های فرعی باشه چون ممکنه نتونیم به خوبی انگیزه و رفتاراشون رو درک کنیم. و همینطور برخی از صحنه‌های اکشن به نظر میرسه بیش از حد به جلوه‌های ویژه متکی‌اند و کمتر به توسعه شخصیت‌ها و داستان توجه شده. این موارد ممکنه باعث شه تا ما نتونیم به خوبی با داستان و شخصیت‌ها ارتباط برقرار کنیم. این فیلم امتیاز 7.9 از 10 در IMDb، 90 از 100 در راتن تومیتوز و 7.9 از 100 رو در متاکریتیک گرفت. در کل فیلم جدید فیوریوسا مد مکس ساگا یه فیلم سرگرم کننده و هیجان انگیزه که ارزش دیدن رو داره. اگه طرفدار ژانر اکشن و ماجرای پس آخرالزمانی هستید این فیلم رو حتما ببینید. ممنون که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید. اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما ویدیو رو لایک و کانال رو سابسکرایب کنید. نظرتون رو درباره این فیلم تو کامنت ها بگید. امیدوارم زندگیتون ژانرش کمدی باشه. خداحافظ تا ویدیوی بعد.